سلام و عرض ادب خدمت شما دوستان عزیز. محمد رضوانی هستم با یه آموزش دیگه در خدمت شما عزیزان. این آموزش در خصوص فارکس سیمولیتر اکسپرتی هستش که روی متاتریدر 4 نصب میشه به راحتی و شما میتونین با این اکسپرت بک تست بگیرین روی نرم افزار متاتریدر. خب بریم سریع توضیحاتشو بدم که تایم ویدیو هم طولانی نشه. جدیدترین نسخه‌ای که اومده 1.95 هستش که شما میتونید با مراجعه به این سایت soft4fx.com از قسمت پرایسینگ اینو خریداریش کنید. بعد از اینکه خریداری کردین از قسمت دانلود که من حالا صفحه‌شو باز کردم قبلا میتونید بیاین اینو دانلودش کنین که جدیدترین نسخه هم که خدمتتون عرض کردم 1.95 هستش. نسخه های قبلیش 1.85 و قبلتر از اون به صورت کرک شده وجود داره و نیازی به خریداری نیست. البته اینکه یه سری قسمت هاش دیگه کار نمیکنه که حالا خدمتتون در طی آموزش میگم کدوم قسمت ها هستش. البته این موضوع هم جای توجه داره که شما با یک بار خرید دیگه نیاز به خریداری نیستش، مثل تریدینگ ویو یا اکانت های مثل سایت فراز و اینا. شما یک بار میایین اینو خریداری میکنین و به صورت مادام العمر ازش استفاده میکنین. خب حالا ما میایم از اینجا این نرم افزار جدیدترین ورژنش رو دانلود میکنیم، دانلود فارکس سیمولیتر. حالا من از قبل دانلود کردم. بریم تا طریقه نصبش رو روی متاتریدر 4 بگم و طریقه راه اندازیش. این نرم افزار متاتریدر 4، بعد بیاین قسمت اوپن دیتا فولدر، قسمت MQL4، قسمت اکسپرتس. اون فایلی رو که دانلود کردید کافیه اینجا کپی پیستش کنین، یعنی از اونجا کپیش کنین و اینجا پیست کنین یا کات کنین و اینجا پیستش کنین. ما این کار کردیم. حالا این سفر دیگه کاری نداریم، میایم اینجا. اگر براتون در این نوار نویگیتور نیورد کافیه راست کلیک کنین و یه بار رفرش کنین تا نرم افزار اضافه بشه، اکسپرت اضافه بشه. خب ما یه دابل کلیک میکنیم، این صفحه برامون میاد. از تب کامون این گزینه تیک داشته باشه، لایو تریدینگ تیک داشته باشه این گزینهش و این دوتا هم تیک داشته باشه. دیگه نیاز به هیچ گونه تغییراتی در این بخش نیست، یعنی قسمت اینپوت و این قسمت رو نیاز نیست که ما تغییراتی ایجاد کنیم. حالا اوکی میکنیم و وای میستیم تا این اکسپرت لود بشه. حالا من این دوتا رو میبندم. خب میبینین که یه همچین صفحه براتون میاره. دو گزینه داریم، دمو مود و فول مود. چون ما این قسمت رو در واقع خریداری کردیم گزینه فول مود رو میزنیم. اگر شما دارین از نسخه کرک شدهش استفاده میکنین باید قسمت دمو مود رو بزنین. منظور از کرک شده نسخه دیگه 1.95 نیست، نسخه های قبل تر از این، یعنی 1.85 و قبل تر. خب ما اینجا اینو اوکی میکنیم و منتظر میشیم تا این در واقع اکسپرت حالا ویریفایش و اون لاینسنسش رو چک کنه و بیاد بالا. خب میبینین که اومد بالا و به راحتی الان دیگه شما میتونید از قسمت دیتا سنتر چارت هر جفت ارزی رو که بخواین دانلود کنین. من اول قسمت میریم دیتا سنتر. خب من یورو یو اس سی رو خب قبلا دانلود کردم، الان میخوام آپدیتش کنم. خب ببینین تا 12 ژانویه 2024 من اینو در واقع آپدیت دارمش. حالا میخوام آپدیتش کنم، کافیه که اینو تیک بزنم و اینجا بزنم آپدیت. یه چند لحظه ای سریعا ببینین تا 14/1/2024 در واقع آپدیت شد. به همین راحتی دیگه نیاز به اینجا ندارم.
شما حالا رو هر جفت ارزی که میخوایم بک تست بگیریم به راحتی میتونید از این قسمت بیاین. حالا من یه توضیح دیگه هم بدم. مثلا شما فرض کنین یورو به فرانک رو میخواین دانلودش کنین. این گزینه که تیک بزنین، گزینه دانلود رو بزنین، این دوتا گزینه رو میاره. دقیقا همین قسمت، یعنی این صفحه در نرم افزارهای یا اکسپرت های 1.85 دیگه کار نمیکنه و شما باید این دیتا رو از دوست و عزیزی که نسخه 1.95 و جدیدترین نسخه رو داره بگیرین و در واقع در این آدرسی که این بالا میبینین اضافه کنین تا بتونه این نرم افزار شناسایی کنه این بخشو. خب اینجا که این دانلود که بزنین دو تا گزینه میاره. یکی دانلود all available data، یعنی کل دیتای این چارت رو میخواد بره دانلود کنین که خیلی زمان بره، یا اینکه میان این گزینه رو میزنین بر حسب سال میتونین بگین آقا 1 سال اخیر، 2 سال اخیر، که به نظرم همین 1 سال اخیر کفایت میکنه و گزینه دانلود رو میزنین. من تمام این چارتایی که اینجا دانلود کردم همین 1 سال اخیر هستش. دیگه بعد از اینکه دانلود کردین دیتاتون رو کاری نداریم به این صفحه، کلوز میزنین، میان قسمت نیو سیمولیشن، اینو که بزنین این صفحه براتون میاد. خب قسمت پرووایدر رو که اصلا کاریش نداریم. قسمت اینسترومنت، در واقع نمادی که میخواین ازش بک تست بگیرین رو انتخاب میکنین. خب ببینید این نرم افزارهایی هستش که در واقع چارتایی هستش که من دانلود کردم از قسمت دیتا سنتر. من الان میخوام روی یورو یو اس دی پیاده کنم این بک تست رو. میام یورو یو اس دی رو میزنم. اینجا میگه آقا از چه تاریخی میخوای شروع کنی به بک تست گیری. حالا من میام مثلا سال خب 2023 نوامبر و مثلا 22 نوامبر 2023 میخوام شروع کنم. تاریخ پایانش هم تیک نمیزنم تا همین امروز، عملا تا آخرین تاریخی که چارت رو دانلود کرده که 14/1/2024 هستش. شما میتونین حتی این تایم رو کمترش بکنین. وقتی اینو تیک بزنین فعال میشه و میگه آقا مثلا تا چه تاریخی میخوای اینو ادامه بدی، چون چارتی که دانلود کردیم تا 14 ژانویه هستش و امروز هم 15 ژانویه. شما 1 روز دیتا عقب‌تر براتون دانلود میشه. خب مثلا شما میتونید اینو کمترش کنین، چون ما از 22/11 زدیم، شما مثلا میتونید بگین آقا تا 4/12 مثلا 2023 من میخوام ادامه بدم. ولی من این کار انجام نمیدم. میگم آقا تا امروز، یعنی تا روزی که دیتا رو دانلود کرده، من میخوام این بک تست رو شروع کنم. پس این تیکش رو برمیدارم. خب جفت ارزمون که بعد در واقع این اکانت کارنسیمون روی دلار باشه. میگه آقا بالانس حسابتون چقدر میخواد باشه. شما بر حسب بالانسی که در واقع حالا حساب پراب دارین، حساب ریل دارین، میتونی اینجا رو تغییر بدین به دلخواهتون. یه نکته خیلی مهمی که اینجا وجود داره در رابطه با تایم زون. تایم زون اینو بیاین بر حسب تاریخی که یا تایمی که روی حالا در واقع تریدینگ ویو یا نرم افزار فرازتون هست تنظیم کنین. من چون به تایم ایران هستش میام اینو روی تهران قرارش میدم. اما اگر تریدینگ ویو شما یا فراز شما روی UTC قرار داره، نیازی به تغییر نیستش و روی همین GMT میتونین بذارینش. حالا من چون روی در واقع به تایم ایران قرارش دادم، میام اینجا و گزینه تهران رو پیداش کنم. اگه اینجا به در واقع تایم تهران میذارم و این کادر پایینم اصلا نیاز به تغییر نداره. میزنم استارت سیمولیشن.
اینجا میگه آقا بیا چارتاتو انتخاب کن، بر چه تایم فریمی میخوای داشته باشی. این تایپش که بعد همین در واقع استاندارد چارت باشه، البته که میتونین تغییراتی روش بدین ولی بهترین حالتش همین استاندارد چارته. خب تایم فریم هایی که کار میکنین روی حساباتون رو میتونین اینجا اضافه کنین. خب من یه تایم 1 دقیقه اضافه میکنم، یه تایم 15 دقیقه، یه تایم 1 ساعته، یه تایم عملاً 4 ساعته. دیگه به این گزینه ها هم کار نداریم. ببین 10,000 تا کندل رو براتون توی اینجا میاره. میتونین اینو بیشتر کنین و کمترش کنین. این کاملا دست خودتونه. حالا من این 1 دقیقه رو از اینجا راحت میتونم حذف کنم. اینو اضافه کردم که شما اینجا ببینین که قابلیت حذفم داره. الان من استراتژی که دارم بر حسب تایم فریم 15، 1 و 4 ساعت هستش. حالا میای این گزینه‌ها رو میزنیم و چارتا رو براتون باز کنم. اوپن 1 ساعته و اوپن 15 دقیقه. دیگه به این صفحه کاری ندارم. اگر تایم فریم رو خواستم اضافه کنم میتونم دوباره بیارم، مثلا 1 دقیقه رو بیارم و اد بزنم و اوپن رو بزنم. خب من اینو میبندمش، از این قسمت کلوز. این صفحه براتون میاد. این تمپلیت در واقع زیرش رو میتونین اگه از قبل ذخیره داریم بیاریم. ببینیم من نماد یورو یو اس دی هستش. این سه تا تب هایی هستش که من الان اضافه کردم. خب 4 ساعته رو من اول تمپلیت همو درستش کنم. اینم 1 ساعته و اینم 15 دقیقه، حالت دیفالت. خب برم روی 1 ساعتم. ببینین 21/11 این پایین دارم میگم 21/11/2023 هستش. ما گفتیم که از تاریخ در واقع 22 میخوایم شروع کنیم. حالا اگه ما حتی بریم توی 15 دقیقه دقیقا همین تاریخ هستش، دیگه انگار 12 شب. ببینین ساعت 23:45 این جفت ارز باز شده، در واقع این کندلش، و دقیقا خود 12 در واقع رأس 12 بسته شده. خب حالا من پیشنهاد میکنم که شما اینو بیاین همزمان با تریدینگ ویو انجام بدین یا سایت فراز. یعنی این باشه عامل بک تست گیریتون که دیتا و اطلاعاتتون رو توش ذخیره کنین. من یه توضیح بدم این بخشو. ببینید شما میتونید اینو بیاین بذارین روی بر اساس درصد ریسکی که کار میکنین، بر اساس درصد یا بر اساس دلاری. خب درصد برای به نظرم بهتره. خب من 1%. دیگه اینم میذارم روی ویژوال مود که زمانی که میخوام معامله بگیرم دیگه برام بیاره که آقا استاپ لاسمو کجا بذارم، تی پی مو کجا بذارم. این قسمت تریدم که صفحه رو میاره که شما یه ترید در واقع داشته باشین براتون میاره. این دقیقاً همون پنل کنترل تی هست که این پایین براتون می آورد وقتی که روی حسابتون معامله میزدین. بعدش نیوز که اخباره، چارت هم که در واقع گفتم میتونین چارت ها رو اضافه کنین. از اینجا مثلا دوباره بیاین 1 دقیقه رو اضافه کنین. این هم بخش سشن و این هم که دیگه هیستوری آن چارت هم که باید فعال باشه دیگه تا هیستوری رو بیاره. این گزینه مارکت دقیقا این بخشی هستش که حالا اینجا البته دیگه نمیاره که شما به راحتی میتونین اینجا یک صفحه بود که سل و بای بزنین. این همون هستش. قسمت پندینگ سفارشات شرطی همون سل لیمیت، بای لیمیت، بای استاپ و سل استاپ هستش. پریست رو که چیزی نمیخوایم. اکانت اطلاعات اکانتمون رو میاره آقا.
بالانسمون چقدر بود؟ خب 10,000 تا. ایکویتی چنده؟ فعلا 10,000 تا. این ایکویتی رو این پایینم بهتون نمایش میده. فری مارجین و بقیه دیتا و اطلاعاتی که خواستین. و قسمت سیو هم که میتونین مثلا میگم ما قرار از 22 نوامبر 2023 شروع کنیم، یه کاری براتون پیش میاد، مثلا 2 تا 3 تا 4 تا نیم ساعت مثلا بک تست که گرفتین براتون کاری پیش میاد، خب بعد برین از پای چارت، کافیه که اینو بیاین قسمت سیو سیمولیشن رو بزنین تا جایی که بک تست گرفتین براتون ذخیره میشه و میتونین سیستم رو خاموش کنین و برین و زمانی که برگشتین میتونین دوباره از همین قسمت در واقع بازخوانیش کنین که چارت رو براتون بیاره. از کجا بازخوانیش کنین؟ اینو من ببندمش. از این قسمت لود سیمولیشن رو میزنین و این چارتی رو که ذخیره کردین از اینجا میتونین برای خودتون انتخاب کنین که آقا کجا ذخیرهش کردین و براتون بیاره. خب من دوباره برم این مراحل رو سریع برم. خب از گفتیم که نوامبر 22 اینا رو کار نداریم، این تاریخ در واقع زمان رو بر اساس ایران بذارمش. تهران دیگه به اینا کار ندارم، بالانس هم اون 10,000 تا باشه. برگردیم، هیچ کدوم دیگه نیاز به تغییر ندارم. اینم یورو یو اس تی استارت. خب میاره چارت 15 دقیقه رو اد میکنم مجددا سریعا، 1 ساعته رو اد میکنم و 4 ساعته رو میذارم اوپن اوپن اوپن. شما وقتی این چارت رو در واقع ذخیره‌اش کنین از همین قسمت سیو، دیگه اون تغییراتی که روی چارت میدین مثل این بک‌گراند و اینا ذخیره براتون میمونه. حالا من سریعا اینا رو اون تمپلیتی که دارم و روش قرار بدم تا بریم دقیقه کار کردن باشه. خیلی خوب، من میام تو تایم 1 ساعته. ببینید اینجا اون قسمت رو میتونید انتخاب کنین که کندل ها بر چه اساسی عقب و جلو بره. ویژوال مود و اینم روی درصد. حالا 1% خوبه که ما بتونیم سریعا مثلا 1% 10,000 تا میشه $100. میایم قسمت در واقع مارکت. حالا اینو گفتم که بهتره که در کنار تریدینگ ویو یا فراز یا سایت هایی که بهتون اجازه میدن بک تست بگیرین در واقع کار کنین. چرا؟ چون اینکه ما بیشتر روی تریدینگ ویو تحلیل میکنیم و دیتا و اطلاعاتمون رو توی متا تریدر در واقع قرار میدیم. البته این به این معنا نیستش که شما نمیتونید اینجا در واقع تحلیل کنید. خب ولی من شخصا تحلیلام روی تریدینگ ویو هستش و میام دیتا و اطلاعاتش رو همزمان اینجا قرار میدم. مثلا اگه بخوایم اینجا تحلیل کنیم، مثلا اینجا یه نقطه حالا حمایت یا مقاومتی داریم. حالا اینو من یکم درشترش کنم که مثلا اینجا یک محدوده حمایتی دارم به ساده ترین روش میگم برای حالا دوستانی که با هر روشی دارن کار میکنن. و اینجا هم در واقع یک محدوده مقاومتی بوده که قیمت رفته شکسته و داره برمیگرده به این قسمت. حالا میتونم برم دقیقا همین تاریخ و همین زمان رو روی تریدینگ ویو هم بیارم و از اونجا شروع کنم به در واقع تحلیل کردم. بریم روی تریدینگ ویو و تاریخ نوامبر 21 این رد کردیم. دقیقا این چارت همینجا بود. این حوالی بود اگر اشتباه نکنم. یارمش دقیقا اینجا. فکر میکنم دقیقا همین حوالی بود. حالا کاری که من میگم انجام بدیم اینه که اینو اینجوری بذاریم، این یکی رو هم اینجا بذاریم.
و اینجوری روی این یکی تحلیل کنین در واقع و روی این یکی دیتا و اطلاعاتتون رو وارد کنین. اینو دارم به ساده ترین حالت ممکن میگم. حالا دوستانی که مانیتور دارن خیلی راحت ترن، میتونن اینو روی مانیتور قرار بدن و تریدینگ ویو رو هم روی یک مانیتور، متاتریدر رو هم روی یک مانیتور دیگه. خب من دیگه نمیخوام در واقع وقت از این بیشتر بگیرم. البته این یک کندل بعد بیام جلوتر، حالا دیگه یک کمی تفاوت داره اولا از لحاظ زمانی. با این گزینه ها میتونم یک کندل مثلا اینو بیام جلوتر. خیلی خوب، من کلا دیگه میرم روی متاتریدر، از روی تریدینگ ویو نمیگم در واقع اطلاعاتشو از روی متاتریدر کامل توضیح بدم. خب شما اینجا با این گزینه رو بزنید روی این در واقع ریل تایم، دقیقاً انگار فکر میکنین که روی لایو مارکت هستین. یعنی اگه من اینجا این گزینه رو پلی بزنم، شما این قسمت اگه نگاه کنین، حالا سرعت یکم پایینه من بیارمش، دقیقاً انگار که روی لایو مارکت هستیم و قیمت داره اینجا تکون میخوره. ببینید اینجا هم داره ساعت و همه چیز رو نشون میده، تاریخ. حالا اینجا اینا کم و زیاده. البته این داره در تایم فریم 15 دقیقه این کار انجام میده که من اگه روی یک ساعته قرارش بدم، این اتفاق در یک ساعته میفته و سریعتر کندل عوض میشن. خب من اینو نگهش میدارم. حالا میخوایم اینجا آقا یه دونه بای بگیریم، همینجوری فرض میکنیم لایو مارکتیم، الان میخوایم اینجا یه دونه بای بگیریم. این گزینه بایی که بزنیم برامون دو تا خط میاره، یه خط قرمز، یه خط در واقع آبی به عنوان تیپی، خط قرمز هم به عنوان استاپ لاس. حالا من این رنگ اینا رو عوض کنم که دیگه قاطی نکنیم، مثلا بذارمش مشکی، آبی پررنگ هم از مشکی هم نیست، سرمه‌ای رنگه. خب من اینو میذارم زیر این محدوده استاپمو و تیپی من میذارم این بالای بالا. ببینین ریواردی که به من میده در واقع 1.5 تقریبا 1.14. نقطه ورودم کجای؟ دقیقا اینجای دیگه، چون ما لایو مارکتیم الان. خب من اکسپتش میکنم. حالا کافیه که یا با اینا کندل به کندل برم جلو، یا اینکه پلیش کنم ببینم چه اتفاقی براش میفته. حالا سرعتش هم میتونم یکم بیشتر کنم که سریعتر حرکت کنه. خب اومد و من اینو نگه دارم، اومد و استاپ منو زد. ریسک من 1% بود، پس اینجا بالانس من باید کم بشه. خب ببینین شد دقیقاً 9902، تقریبا 97 صدم من اینجا اومدم توی ضرر. الان قیمت اومد زیر این ناحیه رو دید، استاپا رو جمع کرد، میتونه بره بالا. من دوباره میام اینجا یه بای دیگه میزنم. خب دوباره البته این دفعه بذارید من یکم تغییرات بدم، ریسکمو میام 0.5% میکنم. حالا من اینجا نیم کنم که ببینید اینا همش قابل تغییره. حالا بای میزنم، استاپ دقیقا زیر این محدوده، زیر این شادو، حالا یکم با فاصله، و تیپیم دوباره همین بالا. این دفعه ریواردی که بهم میده 3 هستش. حالا من اکسپت میکنم دوباره، حالا یکم اینو عقب‌تر بیارمش و پلیش کنم، ببینیم چه اتفاقی میفته. آیا دوباره استاپ من زده میشه؟ بله استاپ زده شد، به این ناحیه پول بک زد، حالا میتونه بریزه. من فقط دارم خیلی راحت و سریع بهتون میگم. حالا بریم لیمیت گذاری رو بگیم. این دیدین که با اینا میتونیم کندلا رو برگردونیم عقب، کندلا رو بریم جلو. من الان 1.5% استاپ خوردم و کاملا اینجا معلومه 1.47% و شده اکویتی من که با همون بالانس فرقی نداره، چون من الان پوزیشنی ندارم. ببینین دقیقاً بالانس و اکویتی من یکیه. بریم حالا لیمیت بذاریم.
خب چون من اینجا رو میدونم، حالا من برمیگردونم عقب که شما ببینید لیمیت چی جوری مثلا فعال میشه. حالا چون میدونم قیمت میاد پایین، من میام یه دونه بای لیمیت اینجا میذارم. بای لیمیت رو که بزنی این دفعه بهتون 3 تا خط میده، یک استاپ، یک اینتری پرایس و یه دونه هم تی پی. من دوباره تی پی رو میذارم این بالا. مثلا استاپ هم میذارم زیر این ناحیه حمایتی و اینتری پرایس هم میگم آقا اگه بیاد اینجا قیمت بهش بخوره در واقع بعد بره بالا. خب ریواردی که بهم میده تقریبا، حالا بذار من این یک کم تغییرش بدم بشه 4 مثلا. accept. حالا به راحتی میتونیم اینو باز دوباره پلیش کنیم. حالا من میدونستم که میاد قیمت اصلا فعالش نمیکنه. حالا ببینیم چه اتفاقی میفته، آیا قیمت میره بالا یا دوباره برمیگرده پایین. خب نداره میره بالا. من برمیگردونم عقب‌تر، فقط میخوام معامله رو فعالش کنم که ببینین چه اتفاقی میفته. یه کندل دیگه بره عقب. حالا ببینید میتونیم بیاین قسمت تریدز، این قسمت اوپن رو در واقع زبدرش رو بزنین. البته این آره دیگه اوپنش رو که ما اینجا فقط میتونیم بیایم اینجا آن ترید رو داریم، بیایم مثلا اینو دیلیتش کنیم، پوزیشنمون رو دوباره یه بای لیمیت بچینیم. اونجا میتونیم اون صفحه که من براتون آوردم استاپ و تی پی رو جابجا کنیم. حالا من این دوباره اینجا، اینم اینجا مثلا که قیمت بیاد اصلا فعالش کنم. خیلی خب من اینو اکسپتش کنم. یعنی اصلا این صفحهش باید بیاد الان. خب این صفحه که اومد قشنگ داره بهتون نشون میده دیگه که آقا مثلا الان پوزیشن بای، گفتم این همون بخش این پایین متاتریدر هستش که شما مثلا پوزیشن بای دارین، حجمتون الان انقدره، نقطه اوپنتون انقدره، استابلاستون انقدره، تیک پروفیتتون انقدره و تمام کارهایی که در واقع شما میتونید اینجا انجام بدین. قسمت هیستوری داره. این دو سه تا معامله بود که من در واقع چیز کردم، گرفتم 2 تا معامله و حتی بعدی‌ها رو هم مثلا خب پاک کردیم با هم دیگه. اینجا پوزیشنایی که کلوز شده مثلا دیگه خب بسته شده، آیا با سود یا ضرر، با ضرر بسته شده در واقع. اینجا استاتیک که حالا یک سری اطلاعات خدمتتون میده. حالا این لازم شده. این گراف هم که همون گرافیه که توی متاتریدر هم خدمتتون میده. حالا با اینا کار داریم، بعدا صحبتشو میکنیم، توضیح کاملش هم من میدم. اینجا میتونیم بیایم مثلا استابلاستون اینا رو مثلا تغییر بدیم. من الان مثلا بیام این گزینه رو بردارم استابلاس، حالا استابلاس رو دوباره میتونم بیام بچینمش، مثلا اکسپت کنم. حالا به این صفحه هم دیگه الان فعلا کاری نداریم. بریم معامله الان فعال شده. ببینین این بای شده، بای لیمیت نیست. من الان یه دونه بای لیمیت دیگه بذارم که شما کامل اینو در مثلا تی پی اینجا، استاپ هم همینجا، نقطه ورودم اینجا، چون میدونم فعالش نمیکنه. آها نقطه ورود رو اشتباه گذاشتیم. نقطه ورودم اینجا. اکسپت کنم، اینو بیارم. ببینید اینجا زده شماره 5 بای لیمیت. وقتی بای میشه یعنی فعاله، بای لیمیت هنوز فعال نشده. پس ببینید دیگه عملا این گزینه ها هنوز خالیه، ولی اینجا الان داره نشون میده که آقا پوزیشنی که فعال شده $37 توی سوده. خب من اصلا میام از همینجا این پوزیشن بای لیمیت رو حذف میکنم. خب اینم در واقع حالا من کندل به کندل میبرمش جلو، یا میتونم همینجا پلیش کنیم که سریعتر بره جلو. حالا یا تی پی میشه یا میاد استاپ رو میزنه. فقط ببینیم که خیلی دیگه من
سرعتش حالا اینو بیارم روی 15 1 ساعته که سریعتر کندلا رو بتونم برگردونم عقب. حتی میتونیم بیاریم روی 4 ساعته و هر کندل هر کلیدی که میزنیم 4 تا کندل برگرده. خب این اینجا هنوز پوزیشن انگار فعاله. حالا ما این پایین به چه دردمون میخوره؟ ما اگه الان بریم توی 15 دقیقه 4 تا در تایم فریم 15 دقیقه اولا داریم میبینیم که حالا بذارید من این گزینه رو فعالش کنم که 4 تا بتونم شما این 4 تا دارین در 15 دقیقه میبینین که اینجا استاپشه، اینجا تیپیشه، دقیقا اون پوزیشنه انگار روی باز شده. این 15 صدم بای، اینجا استاپشه، اینجا تیپیشه، روی 4 ساعت هم هست. این نماد داره در تایم فریم 4 ساعته داره باز نشون میده. برگردیم من اون 1 ساعته که روش تحلیل داریم. خب اینجا کندل بعدی فکر کنم حالا روی 15 دقیقه گذاشتیم. خب اینجا تیپی رو داره میزنه. ما ریوارد 3 و خورده گرفتیم، ببینید تقریبا اون 1.5% ما رو جبران کرد. حالا دیگه همه چیزش رو خدمتون توضیح دادم. حالا اگه بخواین مثلا میگم پوزیشنی رو حذف کنین، از اینجا میتونین بیاین دیلیت بزنین، یا کلا اگه پوزیشنایی که فعاله رو پاک کنین، از اینجا راحت میتونین کار انجام بدین. حالا دیگه من توضیحات رو دادم خدمتتون. بریم قسمت سیو. میخوام آقا این تا اینجا من بک تست گرفتم، 3 تا پوزیشن داشتم، 2 تا استاپ شد، یه دونه ریوارد. اینو سیوش کنم. میام اینجا سیو سیمولیشن رو میزنم تو همین صفحه، مثلا تو قسمت دیتا، مثلا یورو یو اس دی. اینجا میام اسمشو مثلا میذارم 11111 5 تا 1. اینو ذخیرهش میکنم. میگه آقا ذخیره شد. میخوام ازش استیتمنت هم بگیرم. میام تو در واقع قسمت دانلود ها، اینجا استیتمنت هم میگیرم. خیلی حالا میتونم برم تو قسمت دانلود ها از مای کامپیوتر ببینم اون استیتمنتی که من ذخیره کردم دقیقاً چجوریه. بریم قسمت دانلود ها و این هم استیتمنتی که من ذخیره کردم. ببینین کامل اینجا داره نشون میده که آقا تعداد پوزیشن های من 3 تا بود، بالانس تو اینجا نشون میده، در واقع اکویتی، فری مارجین، همه چیز تو اینجا نشون میده. اینم 3 تا در واقع پوزیشن اینجا نوشته دیگه قشنگ 3 تا معامله شما داشتی آقا، چقدر سود کردی، چقدر ضرر کردی، در نهایت چقدر داری الان، $18 رو سودی، دراودانت چقدر بود، وین ریت تو مثلا میتونی بیا اینجا نگاه کنی که چند بوده. مثلا خب خیلی مثلا الان 33 زده. بعدش دیگه تعداد پوزیشن های شورت یا سل، تعداد پوزیشن های باید، ما 3 تا رو خب بای گرفتیم اولا. این کلیت امری هستش که شما میتونید با این نرم افزار در واقع انجام بدید و به نظرم خیلی مزیت خوبیه. البته در کنارش گفتم اگه روی تریدینگ ویو بیاین تحلیل کنین و روی این پیاده سازی کنین، به نظر من خیلی بهتره، چون یکم دست و پاتون رو در واقع بسته، نمیتونین خیلی خوب چیز کنین، چی میگن، تحلیل کنین. من خیلی خودم شخصا حال نمیکنم توی متاتریدر تحلیل کنم، برام اون روی تریدینگ ویو این کار رو ترجیح میدم انجام بدم و اطلاعاتش رو روی این اکسپرت در واقع پیاده سازی کنم. حالا مثلا میگم شما وقتی که میدونی آقا الان قیمت کجاه، خب خیلی رفته جلوتر، ما اینو باید حالا پلیش کنیم. فکر میکنم همین حوالی بود که اومد این صف رو عملا زد. خب همینجا مثلا باشه. شما وقتی که مثلا بیا اینجا مثلا نمیدونم، میگم به هر روشی، من دارم ساده ترین روش رو میگم، مثلا شما بیا یه دونه خط روند اینجا مثلا از این ناحیه رسم کنی، خب
شما میای اینجا دیتا مثلا میگه آقا من اینجا دیگه احتمالا خب تعداد برخوردها زیاده، احتمالا اینجا رو بشکنه، به محضی که شکست من در پول بکش مثلا میام پوزیشن سل میگیرم. اینجا یه دونه سل شورت مثلا میذاری، میای دقیقا این اطلاعاتی که اینجا بهت داره میده رو روی، حالا بذاریم اینو چیزش کنم پرایس لیبلش فعال بشه که ببینیم مثلا اینجا نقطه ورود چنده، استاپ چنده و تیپی چنده. دقیقا بیای اینو روی این نرم افزار اکسپرت در واقع بذاری، یه دونه لیمیت بذاری، استاپ اینجا و تیپی اینجا. بعدش مثلا اونجا دیگه اینو پلی کنی ببینی چه اتفاقی میفته که اطلاعاتت اونجا ثبت بشه، بعدا وین ریتت رو به دست بیاری، تعداد معاملات سود، ضرر و کلیت با جزئیات به دست بیاری. حالا من اینم پلیش میکنم ببینیم همینجا چه اتفاقی میفته. میاد پوزیشن فعال میکنه و تیپی رو هم میزنه. کلا از اینجا اومد پایین، پوزیشن فعال شد و تیپی رو هم زد عملا. این بود از این آموزش که به نظرم خیلی کاربردی است. امیدوارم که استفاده کنین از این آموزش و ما رو هم از دعای خیرتون بی‌نصیب نذارین. انشالله موفق و مؤید باشید.